الان بریم همراه بشیم با یکی از کارشناسان عزیزمون، حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای دکتر محمد حسن سعیدی عزیز و نازن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم شب همه شما بزرگواران قرین خیر و سلامت باشه. در مورد دروغ همونطور که میدونید دو جنبه وجود داره. یکی خبر کذب و اینی که انسان گزارش از چیزی بده که مثلا اتفاقی افتاده یا نیفتاده، یا شرایطی چیزی وجود داره یا نداره، و یا اینی که مسئله و اتفاقی مثلا قرار پیش بیاد که اینها خلاف واقع ممکنه باشه و دروغ باشه. یه جنبه دیگه هم هست وعده کذب و دروغی که ممکنه کسی بده، یعنی قول و تعهدی رو به شخصی و به یه جامعه مطرح بکنه و ارائه بکنه که در واقع پایبنده به اون قرار نیست باشه. این هم میشه وعده دروغ. و البته یه جنبه دیگه هم هست و اون دروغ رفتاری و دروغ عملی که کسی تظاهر به یک امر غیر واقعی میکنه و یک چیزی رو غیر صادقانه به نمایش میذاره، ولو ممکنه لفظی نگه ولی عملش، حس و حالش، رفتارش در واقع یه چیز خلاف واقع رو داره نشون میده به دیگران که صادقانه نیست. در مجموع دروغ بده و شومه و بد اثره به تعبیر پیغمبر اکرم، و صداقت و راستی مبارکه. و میتونیم بگیم که دروغ مادر سایر گناهان هست، منشأ فساد اجتماعی و انبوهی از مشکلات هست و در آخرت هم عذاب دردناکی رو در پی داره که در مضامین دینی این وعید و این تهدید مطرح شده. اما در مورد دروغ میتونیم بگیم که دروغ داریم تا دروغ. بعضی دروغ های کوچیکه، مثلا کسی گرسنه هست یا سردشه و رو درباسی میکنه و این رو پنهان میکنه، خلافش رو ممکنه مطرح بکنه و این رو البته پیغمبر اکرم هم فرمودن که از دروغ‌های کوچیک هم پرهیز بکنید و اجتناب داشته باشید. اما این دروغ به هر حال ظلم به کسی نیست و تأثیر چندانی هم نداره. یه نوع دیگه دروغ داریم، دروغ‌هایی که موجب به اشتباه افتادن افراد و تضییع حقوق کسی میشه که این هم درجات مختلفی داره. گاهی در معاملات، در قراردادها، در ازدواج و در امثال اینها میبینید که یک دروغ تأثیر بسیار بدی میذاره، حقوق بزرگی رو ضایع میکنه یا در سطح گسترده‌ای باعث ظلم به مردم میشه. گاهی هم حالا ممکنه کمتر و در سطح محدودتری باشه. این هم یک نوعه. یه سری دروغ ها هم هستش که اینها سرچشمه ظلم ها و انحرافات و خیانت های بزرگ و ماندگاری میشه و این به ویژه در مسیر انحراف و اینه که عقاید مردم، دین مردم، باورهای مردم و افکار و ارزشهای مردم رو منحرف کردن معمولا تو این زمینه ها رخ میده. و اینی که خداوند در قرآن کریم میفرماید که کسانی که دروغ بافی میکنند و به خدا دروغ میبندند اینها هرگز رستگار نمیشن. یا در جای دیگه میفرماید چه کسی ظالمتر هست از اون کسی که به خداوند افترا و دروغ میبنده و میگه که به من وحی میشه، من رابطه با خدا دارم و از طرف خدا پیمانهایی، پیامهایی به من میرسه و اینها صادقانه نیست و اصلا چنین اتفاقی نیفتاده و نمیفته. اینها رو خداوند به عنوان ظالمترین افراد میدونه که موجب ضلالت و گمراهی مردم میشن. حالا دروغ هایی که کسی از سر ضعف و بلا تکلیفی و رو دربایستی و تعارف و اینها میگه، ما اینها رو میتونیم بعضا نادیده بگیریم و چه بسا بهتر
هم اینه که آدم به روی طرف نیاره و او رو شرمنده نکنه. به هر حال حریم حیا و حرمت رو باید رعایت بکنیم که توهین به شخصیت فرد نشه و ما شخص رو به ویژه در جمع دروغگو معرفی نکنیم و شرمنده نکنیم. دروغ هایی که مؤثر در واقع بار حقوقی داره و انسان میتونه به اصطلاح یک ظلم و خیانت و بدی رو پیش بینی میکنه، در مورد اینها خب طبیعیه که ما باید اینها رو مبنای معامله و قرارداد قرار ندیم و به ویژه توی جاهایی که معاملات و تعهدات بزرگ و مهمی هست، هر چی که این اثر بزرگتر باشه دقت بیشتری باید کرد و هر کسی که مطلع میشه چه بسا اهمیت داره که دیگران و سایرین رو هم متوجه بکنه. مثلا فرض بکنید کسی میخواد مسئولیتی رو به عهده بگیره که شرایطش رو نداره و یا داره وعده های دروغینی میده، اطلاعات غلطی میده، اینجا طبیعیه که انسان باید روشنگری بکنه و مانع این مسئله بشه. اما دروغ هایی که عرض کردیم بدعت و انحراف در دینه، نسبت ناروا به خدا، به کتاب خدا، پیامبر و اولیاء خدا دادن هست، این خب یک کجی و بیراهی رو داره به عنوان راه حق جا میندازه و یا راه حق رو و در واقع جریان حق رو داره بد معرفی میکنه که این میشه گفتش که انحراف در دین و عقاید باطل، عقاید خرافی و بدعت آمیز اصلا سرچشمه بسیاری از بدی ها میشه و چه بسا همینطوری نسلا بعد نسل هم ادامه پیدا بکنه. همینجور که میبینید که مدعیان دروغین پیامبری و کسانی که دینهای باطل و من درآوردی رو ابداع کردن، اینها همینجوری نسلا بعد نسل افرادی رو خلاصه از مسیر خارج میکنن و منحرف میکنن. اینجا قطعا انسان باید مقاومت بکنه و وظیفه داره که ایستادگی بکنه و باید چنین اشخاصی رو غیر از دروغشون خودشون رو هم باید رسوا کرد و مانع فریبکاری اونها شد. اما یه نکته هم دست آخر عرض بکنم و اونم اینه که یه جایی هست که راست گفتن کار غلطیه و گناه محسوب میشه و اینجاها انسان باید توریه و تقیه بکنه، یعنی یا باید سکوت بکنه و حرفی نزنه و یا حتی اگر چاره این نیست باید انسان دروغ بگه و این دروغ گفتن نه تنها گناه نیست بلکه واجبه و لازمه. و در موارد قبلی 3 مورد دیگه که اشاره کردم دروغ مصداق ظلمه، ولی در این مورد اخیر دروغ یعنی ممانعت از ظلم و پرهیز از ظلم. بنابراین اگر کسی اینجا بخواد رو راست حرف رو بزنه و صادقانه بگه ظلم کرده و گناه کرده. البته اشتباه نکنیم، توریه و دروغ مصلحتی به این معنا نیست که شخص مصلحت خودش رو در نظر بگیره و مثلا بگه من الان یه دروغ که بگم مثلا فلان مبلغ سود میاد توی جیبم و به نفعم میشه، حالا این رو چون به صلاح مادی خودش میبینه یا هر چیز دیگه دروغ بگه. نه، این مجوز دروغ نیست، بلکه در مواردی توریه و دروغ مصلحتی جایزه که ما یک ظلم بزرگ و مهمی رو پیش روی خودمون داریم، مثلا قتل یک انسان بیگناه داره صورت میگیره و انسان با پنهان کردن واقعیت و یا با خلاف واقع گویی میتونه مانع این ظلم و این جنایت و قتل نفس بشه. اینجا دروغ گفتن نه تنها جایزه بلکه واجبه و اگر کسی بخواد صادقانه مثلا کاری بکنه که یک انسان بیگناه در معرض قتل قرار بگیره و کمک بکنه به یک قاتل، به یک ظالم و جنایتکار، این میشه گفتش که گناه و معصیت انسان مرتکب شده و نباید چنین کاری کرد. امیدوارم که خداوند در زندگی ما، در خانواده، در جامعه ما انشالله هر چه بیشتر صداقت و راستی و درستی رو ریشه دار بکنه و ما بتونیم انسان‌های امین و وفادار و راستگویی باشیم. موفق و سربلند باشید انشالله.